حالا روز براندازا 2 سال پس از آشوب‌های 401 از براندازایی که پشیمون شدن تا اونایی که هنوزم با هم دعوا دارن. خودم پشت پا زدم معروض. فکر می‌کنم بهایی هم که من در این بره از زندگی دادم بهای سنگینی بوده و با قیمت از دست دادن خیلی از چیزا تموم شد. من خانواده‌مو از دست دادم. پشت پا به هر آنچه از شهرت و اعتبار برای خودشان جمع کرده بودند. نرمال میتونستم زندگیمو بکنم، هم خودم هم خانواده‌ام. تمام اینا رو از دست دادم. من چند ماهه که برای برگشتنم به ایران به همراه مادرم درخواست دادم از طریق خانه سینما. ماجرا برمیگردد به حدود 2 سال پیش، به وقت آشوب‌های پاییز سال 1401. به این حرف‌ها: سوزوندن لاستیک و آوردن آتش‌ها راه‌ها رو ببندید. یعنی این کسایی که به رژیم همکاری کردن به آشوب راضی نشدند. نسخه تحریم برای مردم ایران پیچیدند. تحریم‌های هدفمند باید ادامه داشته باشند.